با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. سلام های بنده رو میشنوید از استودیو دبیر سوم. در این برنامه تیرانومانیا، همین برنامه، دقیقاً از همین برنامه تیرانومانیا قرار هست تا پیرامون مسئله زمان برای شما صحبت بکنیم. زمان چیست؟ What's the time؟ خیلی ساده. قراره تا پیرامون خود موضوع زمان با شما صحبت بکنیم. کدام زمان؟ این زمان، همین زمان یا آن زمان؟ زمانی که قرار پیرامون موضوع مهمی به عنوان وقت یا تایم براتون صحبت بکنم، بایستی جوانب و اندک ریز و کوچکترین مسئله‌ای که برای ما مطرح باشه کیفیت زمانه. اما موضوع شاید تقریبا برعکسه. تا الان هرچه که ما اندیشه داشتیم بیشتر پیرامون کمیت زمان بوده. چند ساعت، چند روز، چند ماه، چند سال، چند صد سال یا چند هزار سال یا حتی میلیون ها سال. زمان موضوعی هست که خیلی خیلی آروم از میان دستهای ما معمولاً لیز خورده و ریخته رو زمین. زمان موضوعی هست که معمولاً از دست ما در میره، اما زمان بسیار بسیار مسئله مهمیه. شاید خیلی برای ماها مهم نباشه وقتمون رو خیلی زیاد تلف بکنیم و حتی فضای مجازی زندگی مردم رو درگیر خودش کرده باشه و بسیار زیاد وقت مردم رو تلف کرده باشه. بله، وقت، چیزی که تقریبا میشه گفت هرگز برای ما مهم نبوده. الان مکانیت همچنان مهمه و مکان بر زمان غلبه داره، اما زمانی خواهد آمد که زمان بر مکان غلبه خواهد کرد. خیلی ها معتقد هستن ممکنه در آینده به جای اینکه مکان خرید و فروش بشه، زمان خرید و فروش بشه. بله، درسته. این احتمال بسیار بسیار زیاده. همین الان هم گاهی اوقات برخی متخصصان میگن من زمان ندارم برای شما بگذارم. نمیگن که من مکان ندارم تا برای شما بگذارم. بنابراین زمان روز به روز داره از سطح کمی به سمت کیفی میره. اگر در یک منطقه روستایی زندگی بکنیم خیلی خوب متوجه میشیم که زمان ریز و کوچک شونده در اونجا وجود نداره. زمان یک موضوعی هست بسیار بزرگتر، معمولا از چند ساعت، از صبح، عصر، بامداد و ظهر و غروب در اونجا صحبت میکنیم. ثانیه ها ابداً در فضای روستایی یا فضای طبیعی که ما معمولاً با ساعت طبیعت کار میکنیم اهمیت ندارن، بلکه در ادارات، فضای آموزشی و فضای شهری هست که زمان اهمیت ریز پیدا میکنه. زمان معمولاً بسیار بسیار میتونه بجوه در صورتی که دندان نداره، میتونه له بکنه در صورتی که دست نداره و میتونه پا بکوبه در حالتی که پا نداره. زمان تقریبا همه چیز رو در خودش هضم میکنه، میخوره و نابود میکنه. یک موجود کاملا نامرئی هست. آلبرت انیشتین زمانی که تئوری نسبیت رو داشت بنیان میگذاشت، رفت به مطب دکتر، ظاهرا بیمار شد. اونجا حدود 1 ربع نشست در کنار یک خانم تا نوبتش بشه و بره ویزیت یک دکتر بشه. اونجا خانم بعد از حدود 10 دقیقه بلند شد، در صورتی که با آلبرت انیشتین با هم وارد مطب شده بودن. بلند شد و به منشی مطب گفت من 1 ساعته که اینجا نشستم و هنوز نوبت من نشده. آلبرت انیشتین بحث بسیار جالبی رو اونجا مطرح میکنه و اون موضوع نسبیت زمانه که شاید به بحث‌های تئوری کوانتوم هم مربوط باشه. تئوری کوانتوم میگه زمانی که به یک ذره ضربه میزنیم تقریبا معلومه که کجا میره، اما دقیقاً مشخص نیست. این که تقریبا یا دقیقاً یک ذره کجا میره سوال بسیار بسیار مهمیه. زمان هم به همین نحو تقسیم بندی و تحلیل میشه. در تئوری نسبیت می شود گفت که کیفیت زمان اهمیت داره و نه کمیت زمان. شاعر میگوید بگذرد این زمان تلخ تر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید. روزگار یا زمان رو ما به عنوان یک
چارچوب یا ترکیب بندی بزرگ میشناسیم که بتونیم آلبوم زمان رو ورق بزنیم. اما اینکه زمان دقیقاً چیه و چطور قابل تحلیل نیاز به خیلی خطبندی های ریز و گذاشتن خطکش داره. خطکش زمانی به نحوی برای ما میشود گفت تقریباً شناخته شده است. در ابتدا قرار بوده که 1 ساعت 60 دقیقه نباشه، بلکه قرار بوده 1 ساعت 100 دقیقه باشه. بله درست شنیدین، 100 دقیقه. بنابراین این قرارهای زمانی حتی میتونن تغییر بکنن. گفته میشه در دوره انقلابیون انقلاب کبیر فرانسه، هنگامی که انقلاب رو پیروز و موفق کردن، تاریخ رو هم خواستن دوباره از نو بنویسن و تاریخ رو 1-1-1 اعلام کردن. 1-1-1 یعنی تاریخ از ابتدا دوباره شروع به حرکت بکنه. یک اصطلاح دیگر هم داریم که تقریبا میشه گفت شاید مؤنث باشه و اون زمانه هست. بله، زمان میتونه حالت مذکر یا مؤنث هم پیدا بکنه. شاید فهمش خیلی خیلی مشکل بشه، اما کیفیت زمانی به عنوان یک معیار میتونه ما رو به اونجا برسونه که بتونیم زمانهای متعدد رو با هم دیگه تراز بکنیم. در واقع یک زمانی زمانه هست و یک زمانی فقط زمانمند هست یا یک زمان ساده هست. زمانی که میگیم کدام زمان، لزوما منظورمون چه وقت نیست، بلکه میتونیم چرخش روزگار رو هم مد نظر قرار بدیم. اندیشه های آخرالزمانی هم در اینجا بسیار بسیار مهم هستند. اما قبل از اون که اندیشه آخرالزمانی رو به عنوان آخرین پارت بگیم، بایستی دقت بکنیم که در تئوری نسبیت ما میگیم در صورتی که به ما خوش بگذره زمان سریعتر میگذره و هر چقدر که به ما بد بگذره زمان برای ما دیرتر میگذره. یک گزارشگر فوتبال معمولاً چنین میگه که زمان به کندی برای تیم برنده و به سرعت برای تیم بازنده در حال گذشته. پس یک زمانه، اما در 2 نگاه متعدد به 2 شکل زمان حرکت میکنه. بنابراین اندیشه های آخرالزمانی هم تقریبا میشه گفت بر همین مبنا شکل گرفتن. اندیشه هایی که معتقد هستن زمان تقسیم بندی هایی داره و از یک دوره زمانی زمان گسست پیدا میکنه. پنجشنبه ها رو در نظر بگیریم، چون که فردا میشه جمعه، ما یه حس بهتری داریم، انگار زمان منبسط میشه و تکه هاش از همدیگه باز میشه. اگر 1 ساعت رو بشکنی و خرد کنی و عقربه هاش رو بشکنی و جاهایی که ساعت و عقربه ها توقف میکنن از همدیگه بشکنی و نابود کنی، باز هم زمان وجود داره. این وجود و تقارن وجودی بسیار 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 پر اهمیته. زمان با سرعت عجیبی حرکت میکنه، بسیار بسیار فراتر از سرعت نور و حتی صوت. اندیشه های آخرالزمانی معمولاً با اندیشه های مذهبی و حتی گلوبالیستی بسیار بسیار با هم دیگه انفکاک پیدا کردن و از دوره‌ای که حدوداً میشه گفت 30 سال یا 3 دهه پیش تا کنون بوده، در بسیاری از فیلم ها از جمله فیلم هایی چون 2012 آپوکالیپتو و حتی فیلم آواتار اندیشه های آخرالزمانی رو بسیار بسیار گسترده مشاهده میکنید. از اینکه به این برنامه ما هم گوش دادید، به همین برنامه تیرانومانیا از استودیو دبیر سوم گوش دادید و اون رو دیدید، متشکریم. همچنان پذیرای نظرات شما در سایت و صفحات مجازی مجموعه دبیر سوم هستیم. از طرف تمامی بچه‌های دبیر سوم با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار خوش باد.